گلهای تازه، برنامه شماره 104 با آواز سیاوش، تار فرهنگ شریف و ضرب امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و ناله سحری.
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری. هزار جان گرامی بسوخت زین غیرت، که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری.
تو فعل هستی عشقند آدمی و فرید، تو فعل هستی عشقند آدمی و فرید، ارادتی ارادتی بنما تا سعادتی ببری، جانم بکوش خواجه از عشق بی نصیب که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری.
نیم شبی کوش و ناله سحری شکر خواب صبح دم تا چه به عذر نیم شبی کوش و ناله سحری تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار که در برابر چشمی یا غایب از نظری
چرا به گوشه چشمی به ما نگری عزیز بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم گر امتحان بکنی میخوری و غم نخوری غم نخوری بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 104 بود که با آواز سیاوش، تار فرهنگ شریف و ضرب امیر ناصر افتتاح در ابوعطا اجرا شد.